خیلی متشکرم. منم که نجات الله. آقای مهدی یه شعر فارسی برای ما بخونید که این همین گفته بودم چون تو بیایی غم دل با تو بگویم چه بگویم که غم از دل میرود چون تو بیایی. آفرین. اسم شما چیه؟ نه هستم. اسم فارسیتون چیه؟ رستم میخوام باشم. رستم. آره. شما کجایی هستین؟ من آمریکا هستم. آمریکایی هستین؟ آره. بچه قزوینم. بچه قزوین؟ شوخی میکنم. شوخی. آمریکایی ولی مال لس آنجلس هستی؟ آره لس آنجلس هستم. ولی فارسی یاد گرفتی؟ فارسی یاد گرفتم. فارسی خیلی دوست داری؟ خیلی علاقه به فارسی. پدر مادرش زنجانه، مال زنجانه. زنجانی اوباری که مادرم کوبانی هست. آره. کجای مادر شما؟ مادرم مال کوبا هست. کوبا. پدرم مال منه. پدرتون آمریکایی؟ آره هر دو آمریکا هستن. هر دو آمریکا هستن. آفرین. دوست داری بری ایران؟ خیلی دلم میخوام برم اونجا. آره همش میخواستم برم. برای مردم ایران هم پیامی داری؟ آره برای مردم ایران میخوام که دیگه تحت ظلم و ستم زندگی نمیکنید. این جمهوری اسلامی که خیلی پیچیده است الان. میخوام که زندگی ببرمش برش این کن. آره زندگی راحت تر زندگی میکنن. زنها راحت تر زندگی شما دوست دارین برین ایران؟ میخوام برم یه خود عوضش کنم اگه میتونم مثل رستم. آره. آفرین. انشالله. خیلی ممنون. مواظب خودتون باش. ممنون شما. متشکرم. همچی میگه مواظب